بسم الله الرحمن الرحیم. امام رسول و پیشوای سبیل، امام رسول و پیشوای سبیل، امین خدا محبتی جبرائیل، کلیمه که چرخی فلک طور اوست، همه نورها پرتوی نور اوست. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتابخانه چند ملت را بشست. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به زندان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. نمیدانم کدامین سخن گویمت، که بالاتری از آنچه گویمت. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام یا نبی السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت میگوید نمیدانم کدامین سخن گویمت، از کدام جمله، از کدام برنامه در اطراف تو من سخن گویم. نمیدانم کدامین سخن گویمت، که بالاتری از آن چه گویمت. هر چیزی میگم از او بالا هستی. خدای مهربانین صلوات ما را بر روح پاکین حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برسانید. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلان کنیم، یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان امروزه عبادت های ما را، علی الخصوص این نماز جمعه ما را ضایع مگرداند و خداوند این عبادت های ما را به درگاهش مقبول بگرداند. در نامه اعمال ما خدای مهربان ثواب این نماز جمعه را کتابت بفرماید و روز قیامت ما را از جمله نمازگزاران، علی الخصوص نمازگزاران جمعه، سربرداشتند خداوند موفق ما بگرداند و تمام نیکی ها و مهربانی هاش پروردگار بالای ما روا بیند و تمام سختی ها و خجالت و شرمندگی ها را در روز قیامت پروردگار از بالای ما برداشته بگردانی. گذشتگان ما را خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی. فرزندهای ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردانی و خدایا این تاجیکستان ما را باز هم آباد و زیبا بگردانی. رئیس جمهور که برای بهبودی این ملت تاجیک، برای این دولت تاجیکان سعی کوشش دارد، خدایا ایشان از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ و امانت نگه بداری. و امروز که این شهر کولاب ما در عرفه عید قرار دارد، خدایا این عید با یک آرامی و با یک صلح آشتی و با یک دیگر فهمی و با چهره های خندان خدایا انجام یافتنش برای این مردم ما نصیب و روزی بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیتی که برای شما تلاوت کردیم و به سمع شما رسانیدیم از سوره مبارکه بقره است که این آیت برای آن کسانی که صبر کننده در مصیبتند چه بشارتی بلند را خبر می‌دهد. از این آیت تلاوت شده برای ما معلوم شد که موضوع امروزه ما صبر در مصیبت و صبر از معصیت می باشد. صبر به سه قسم تقسیم می شود. صبر بر طاعت می شود، صبر از معصیت می شود، صبر در بلا و محنت می شود. پیش از آنی که این آیت کریمه را مفصلا برای شما تحلیل کنم، می خواهم که یک چند مصرع حضرت مولوی جنونی در اطراف مصیبت ایجاد کردند برای شما تلاوت کنم. جهان جای گداز دوستان است، جهان جای گداز دوستان است، زی دنیا به دشمن بوستان است. ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. به آدم توبه اینا ظلمنا، نگر نوحش به نوح رنج دریا. ببین چیرچیس را هر دم کشتن، خلیل الله را در بین گلخن. تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. به فرق زکریایش اره تیز، بیاض گردن یحیاش خونریز. بشد زندان به یونس بطن ماهی، بیابان شد کشن دریای موسی. حبیبش را کند خونریز دندان،
عدوان را کند چون کلب خندان. حضرت در این مصرع‌های شعری برای ما و شما چنان یک بیان نامه پیشنهاد کرد که شما باید از این مصرع‌های شعری که الحال خواندم باید با یک خلاصه میاییم که در اصل جهان جای گداز دوستان است، زدونی ها به دشمن بوستان است. در این جهانی که ما و شما زندگی داریم حضرت میگوید پروردگار دوستان خودم عاشقان خودشم مبتلای در مصیبت میکند. هر کسی را که دوست می‌دارد، هر کسی را که می‌خواهد که با خود نزدیک گرداند، او را در بلا و در مشقت پروردگار گرفتار می‌کند. من یرید الله به خیرا یصب منه. حبیب خدا میگوید پروردگار از کدام بنده نیکی خواهد وی را در مصیبتش گرفتار میکند، وی را بالاش رنج و مشقت میارد تا که این بنده من صبر کننده شود و برای او من اجر نصیب گردانم. پیش از آنی که من مصیبت میگویم بین مرحمت حضرت مرحمت مرحمت پیش از آنه که من مصیبت میگویم شما برادران عزیز شاید فقط در خیال گذرانید که پدر و مادر شما وقتی از دنیا میگذرد همین از مصیبت و بس. پدر میگذرد مصیبت است، مادر میگذرد مصیبت است، فرزند میگذرد مصیبت است، اکه و خواهرهایی که از ما و شما جدا میشوند مصیبت است. در برابر این اگر ما و شما در راه اگر حتی پیشپایی خورده و حتی در زمین افتیم اینم مصیبت است. حبیب خدا میگوید حتی بندهای کفش شما از پایتان کشاده شود اینم مصیبت است. اگر شما فرزندی نااهل، اگر فرزندی که اطاعت پدر و مادر نمی کند اینم برای شما مصیبت است. اگر دخترهایی که از ما و شما هست آنها اطاعت پدر و مادر نمی کنند، به شرم و به حیااند، اینم برای ما و شما مصیبت است. اگر ما و شما در یک صدمه دوچار می شویم اینم مصیبت است. اگر در خاندان ما و شما زنهایی داشته باشیم که آنها فرمان ما و شما را اجرا نکنند اینم برای ما و شما مصیبت است. انسانهایی که امروز بیزنند اینم برای اونها مصیبت است. انسانهایی که امروز از طاعت پروردگار دور هستند اینم مصیبت است. همه این مصیبت است. از این خاطر برای در بعض اینها باید ما و شما صبر کننده باشیم و از بعض اینها برای خلاص شدنش از پروردگار ما باید که یاردم طلب کنیم. چگونه که پروردگار در قرآن یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. پروردگار میگوید وقتی بندگان من شما وقتی در یک مصیبت
در یک بلا و رنج و مشقت گرفتار می شوید، به سوی پروردگارتان یاردم طلب کنید، از پروردگارتان یاردم طلب کنید. البته چگونه که من ذکر کردم، رنج و مهنت، عذاب و مشقت بالای ما و شما البته به البت می آید. این انسانی را که پروردگار اینقدر وصف میکنه در قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان در بهترین صورت آفریدیم. ما برای انسان فهمیش دادیم، ما برای انسان دست نوشتن دادیم، ما برای انسان خوراک‌های دیگرگون و رنگارنگ جدا کردیم. وقتی خداوند انسان اینقدر صفت میکند، حتی در سوره اسراء اگر ما و شما نگاه کنیم، الله میگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. الله میگوید من بنی آدم، یعنی فرزندهای آدم، یعنی اشاره به سوی ما و شما طبقه آدم. الله میگوید من شما را مکرم ساختم، من شما را شرف و عزت و قدر دادم، حتی نظر نمی کنی. حملناهم فی البر والبحر، اگر تو در خشکی سفر کنی، من برای تو اشتر، من برای تو اسب، من برای تو خر، من برای تو دیگر چارپاها را آماده کردم که حتی در بیابانها تو مانده نشوی، بالای اونها سوار شوی، به آن مکانی که مقصد داری رفته برسی. فی البحر، پروردگار میگه اگر سفری بحری داشته باشی، سفری بالای دریایی داشته باشی، من برای شما کشتی ها آماده کردم تا که شما در داخل بحرها عذاب و شکنجه نخورید. همه این به خاطر چی است؟ به خاطری که انسان ما شرف دادیم، انسان ما قدر و قیمت دادیم. چنان فضلی که دادستم به آدم، به جبریل و به میکائیل ندادم. الله میگوید آن فضلی که من به فرزند آدم دادم، به جبرائیل و به میکائیل دادگی نیستم. آنجایی که فرزند آدم محمد صلی الله علیه و سلم رفت، جبرائیل رفتگی نیست، جبرائیل رفتگی نیست. و همین فرزند آدم خداوند در قرآن چی میگوید؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در رنج، ما انسان در محنت، ما انسان در سختی های دنیا قرار میدهیم. انسان در سختی ها و بلا و مشقت های دنیا گرفتار می شود. حتی مفسرای قرآن میگویند نظر کنین، از روزی که از نقطه اول حیات شما، از همان بطن مادر که گفتی حضرت مولوی درون پرده های تنگ و تاریک، از همون درون پرده های تنگ و تاریک مهنت و مشقت ما و شما سر می شود تا زمانی که ما و شما به دنیا می آییم. در دنیا رنج و مهنت ها می بینیم، بعد این رنج و مهنت ها را دیدن باز به چی روبرو میشیم؟ به مرگ روبرو میشیم. به یک مرگی که پیغمبر خدا عایشه صدیقه میگوید زمانی که حبیب خدا میگوید در درد موت گرفتار شد، برای من اشاره کرد که در یک ظرف آب بیار. وقتی آب آوردیم، حضرت میگوید در پیشش گذاشتند، چنان تبش بلند میشد که دست مبارک تر میکرد و در پیشانیش حضرت میگذاشت. و بعدی گذاشتن چی میگفت؟ اللهم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، پروردگارا در سختی و مشقت مرگ حبیب تیاردم بکن، حبیب تیاردم بکن. یعنی همون مرگ در ما و شما باز روبرو میشویم. بعد این مرگ باز چی سختی ها داریم؟ باز در داخل قبر سوال منکر و نکیر داریم. با بعد این سوال منکر و نکیر عالم برزخ داریم. باز بعد عالم برزخ قیامت داریم.
بعد قیامت باز مکافات های نیک و بد داریم. اینقدر طبقه های زیاد، اینقدر مرحله های زیاده الله برای انسان گذاشتگی هست. برای همین همه این بلا و مصیبت و مشقت ها را ما و شما چکار میکنیم؟ روز به روز بالای سرمان میگذرانیم. شاعر میگوید در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد باری جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. اگر آدمی صادق باشد، اگر آدمی که در اصل ایمان یقینی داشته باشد، این بلا و رنج و مصیبتی که الله بالای او میارد همه اینها را چکار میکند؟ همه اینها را پسی سر میکند. در همه اینها شکر به سوی پروردگارش میگوید. لیکن اگر کاذب باشد، اگر ایمان یقینی نداشته باشد، این حالت وقتی که یک بلا و یک مصیبت و یک درد و یک ناداری که بالاش می آید، در حال بعد به شکایت و در حال ناراضگیش نزد پروردگارش بیان کردن می گیرد. از این خاطر حضرت گفتند جهان جای گداز دوستان است، زی دنیا و دشمن بوستان است. در این دنیا پروردگار عاشقای خودش در گداز می آرد، عاشقای خودش در بلا و در مصیبت ها البته گرفتار می کند. حتی حضرت مثال می آرد، نمی بینی میگد ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. ببین فرعون که دشمن پروردگار بود، فرعون که به کتاب خدا ایمان نآورد و پیغمبری خدا تسلیم نشد و دعوای خدایی که کرد، الله با این دشمنش چیکار نکرد؟ با این دشمنش حتی دردی سر نداد. گفتی حضرت حافظ که فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، فرعون را به عمر ندادیم دردی سر. اگرچه روایت ها میگن فرعون 400 سال حیات دید لیکن دردی سر ندید. فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما و طاقت درد ما نداشت و هم ارزنده نبود. پروردگار میگوید که من فرعون در بلا و در مصیبتم گرفتار کنم، زیرا که شاعر میگوید ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. البته این بلا را شاعر میگوید این گوهر است، شاعر میگوید این قیمت دارد، این ارزش بی نهایت بلند است. این پروردگار به هر کس نمیدهد. برای همین به فرعون هم ارزنده نبود که پروردگار درد سر دهد یا به فرعون یگان بلا و مصیبت بیارد تا که و اگر در این صبر میکرد خداوند بهری و اجر و ثواب میداد. نمرود راز قدرت ما مملکت رسید، قارون غنی ز قدرت به انتهای ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را چی زهره است بچون و چرای ما. حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او علاج کند سر دردهای ما. حضرت چی خودشان تسکین دادند، چی اشاره به سوی همه ما و شما کردند که در هر یک بلایی که پروردگار بالای شما میارد، اگر مبادا میشنوی پدرت گذشت، مادرت گذشت، دادرت گذشت، زنت گذشت، کدام اولادت که از دنیا میگذرد، یا دیگر مصیبت هایی که بالای تو میآید، در همه این مجرد شنیدن باید شما کلمه ان لله و ان الیه راجعون استفاده برید. این است تسبیح هر یک شخصی که در مصیبت گرفتار می شود. جهان جای گداز دوستان است، ز دنیا و دشمن بوستان است.
ندید فرعون کافر دردی سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. آیتی که از سوره بقره برای شما تلاوت کردم در آغاز صحبت، پروردگار میگوید البته به البته ای فرزند آدم، من تو را در این دنیا آزمایش میکنم، من تو را در این دنیا امتحان میکنم. ببینین این امتحان پروردگار است، این آزمایش است برای شما. اگر شما در این آزمایش، در این امتحان اگر صبر کننده باشین، روی خراشی و روی کنی و داد و فیغان نداشته باشین، برای شما پروردگار چی وعده میکند؟ و الا اگر شما روی خراشی هم کنین، اگر شما روی کنی هم کنین، داد و فیغان هم کنید، آن چیزی که رفت و دیگر شما باز پس گرفتن هم میتوانید. البته به البته شما را امتحان میکنم. الله میگوید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. با چی چیز شما را امتحان میکنم؟ با خوف پروردگارتان. بالای شما ترس میارم. کنی نظر میکنیم آیا شما از پروردگارتان میترسید یا نمیترسید؟ آیا در دل شما ترس پروردگار جای میگیرد یا نمیگیرد؟ والجوع. بالای شما قحطی میاریم، ناداری میاریم، چی در شهرتان چی در خاندان یکی شما گرسنگی را برپا میکنیم، ناداری را برپا میکنیم، آزمایش میکنیم که کنی زمانی که تو دارا بودی، زمانی که شرایطت خوب بود، اون زمانها پروردگار تو عبادت میکردی، تو 5 وقت نمازی در مسجد داشتی، تو نماز جمعه میخواندی، تو از ماه رمضان روزه میگرفتی. اکنون این زمانی که مال و اسباب و انجام تو را گرفتیم، مقصد این مصیبت است. وقتی آدمی که شرایط باشد، بعد شرایط داشتن خداوند آن مال اسباب انجام از ما و شما گیرد و ما و شما را فقیر گرداند بعد توانگری، این خودش مصیبت است. لیکن الله میگوید همین مصیبت من بالای شما برپا میکنم. کنی نظر میکنم که در حالت توانگری، در حالت داراگی چگونه که خدا را عبادت میکردی، در این حالتی که چیزی نداری، فرزندها گویم گریان هستند، از شکم گرسنه اونها نالان هستند، از بدن بی‌لباس به سوی تو شکایت دارند. کنی در این خیل حالت آیا جای نمازت همراه تو هست یا نه؟ آیا در این خیل حالت تو از کی مدد طلب میکنی؟ زمانی که پروردگار اعلان دارد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اندای من وقتی احوالت بد شد، وقتی که کمبودی های در تو پیدا شدن گرفت، وقتی که رنج و مهنتت زیاد شد، از پروردگار و طلب مدد کن. با چی طلب مدد کن؟ با نماز و با صبر. ببین رو به سوی پروردگار بیار. امروز اگر در بعض برادرای ما و شما کمتر اگر در سوداش کمی اگر در سوداش یک نقص پیدا شد، در حال میبینی که بعد به سوی مزارها دویدن و بعد زاره و تولا که اک بابا یک شایشی کار که برای همین سودای ما، حالان که نمیداند باباش بیچاره خودش احتیاج است که در حقش دعا کنی. تو به سوی پروردگار، به سوی آن ذاتی که این بابای تو را آفریده است، به سوی آن ذات شکایت کن، به سوی آن بابا، به سوی آن ذات دست بالا کن. انشاءالله اون ذات برای تو کشایش نصیب میکنه. اگر حلق گردن تو برادر عزیز پر از چوی توخ باشد، پر از موره های چشمی و پر از تومارهای حاجی میرزا باشد، اگر تو یاردمی از الله نداشته باشی، اینا برای تو هیچ فایده نداره.
خدا چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مردم، ای کسی که در این حالتهای تنگی میزنین، فقط یاردم از پروردگارتان طلب کنین، لیکن با صبر و با نماز، با صبر و با نماز. زیرا الله میگوید ان الله مع الصابرین، من همراه صابران هستم. صبر کن، باکی ندارد، صبر کن. شاید همین کمبغلی که بالای تو پروردگار آورده است 1 سال دوام کند، شاید 2 سال دوام کند، شاید 2 ماه دوام کند، این کسی نمیداند. لیکن تو بالای جای نماز فقط از الله یاردم طلب کن. خدایا بگو که من میدانم که تو مرا امتحان داری، تو مرا آزمایش داری، من بنده شکر کننده تو هستم. اگر تمامی اسباب انجام مگیری، من روی از عبادتی تو نمیتابم، من همون بنده اساسی تو هستم. خدایا گفته دعا در بالای جای نمازت بکن. وقتی حضرت امام عبدالله ابن عباس و سوی خانش می آمد، یک خوشخبری از پیش راش پر آمد و گفت ای عبدالله، گفت همون یگانه فرزنده که دوسرویک بود و تو دائم نوازشش میکردی، بسیار بچه با ذهن و خدا ترس بود، افسوس که همون از دنیا گذشت. عبدالله به شنیدن این مرگ فرزندش مثل بعض پدر و مادرها داد و فیغان سر نکرد. حضرت از بالای اسبش پایان شد و در همون پهلوی اسبش آب طهارتی که داشت گرفت، طهارت کرد و بالای جای نماز 2 رکعت نماز خواند. این مرد که خبر داده بود گفت ای عبدالله، گفت من برای تو فوت فرزند خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ گفتن ای غافل، گفتن ای بی خبر، تو آیا نمیدانی پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین؟ تو نمیدانی که پروردگار میگوید هرگاهی که این مصیبت بالاتان که آوردم، در حال داد و فیغان یک جانب بگذار، 2 رکعت نماز بخوان و یاردم از خدا در این مصیبت طلب کن. با صبر، صبر کن، صبر کن، پروردگار همراه تو است. اگر تو صبر کنی، از این دیده بهترین شب برای تو نصیب میگردانم. البته پروردگار قادر است. از این خاطر الله میگوید من شما را به گرسنگی امتحان میکنم، به گرسنگی. امروز بین بعض برادرای ما بعد که دولتدار هستند و یکی بی دولت میمانند، بعد دستی به جنایت میزنند. بعد میبینی که موادهایی را میفروشند که الله هم از فروختن او راضی نیست، این جمعیت تاجیکستان هم راضی نیست. وقتی دست به این میزند، میخواهد که با واسطه این حرام کرده ها از این گوره بحران، از این بحران، از این کمبودی که الله بالاش آورده است برایت. لیکن دور و دراز نارفته میبینی خبرش آمد که در فلان جا دستگیر شد یا با دست فلانی به قتل رسید. برادرای عزیز، در این حالت ما و شما سراسیمه نشویم. این مصیبت ها و مشقت های پروردگار بالای ما زیاد می آید. باید ما بنده های او چیکار کنیم؟ باید صبر کننده باشیم. انشاءالله الله همراه ما هست. من شما را گفت پروردگار من الخوف والجوع، من شما را با گرسنگی چیکار میکنم؟ امتحان میکنم. یعنی در حالت گرسنگی آیا میگوی که بعضی آدم ها هستن میگن همین نان که نباشه که نمازخوانی تبینم، حالی بعضی همین تا یک با یک طریقی گویه همین تا درشتانه با بعضی هاش مثل آورده است. کدام همون شکم پرورش، کدام انسانی که در نفس خودش دادگی است، میگوید در یک خانه قرآن بسیار بود و یک نان در بالا بود، همون مرده که قرآن خوان قرآن بسیار تل کرد و بالاش برآمد و بعد نان گرفت. برای همین اول نان بعد ایمان. تو هزار نامعقول کرده، تو هزارها نامعقول کرده. همه وقت البته اگر شکم بی تو سیر باشد، از تمامی
آن انواعی که الله داده است برای تو، بهترین طعام ها در شکم تو باشد، لیکن ایمان نداشته باشی، حالت چی می شود؟ حالت چی می شود؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن از آن روز به گورستان که خوابم، چنین در گریه و حال و تباهم. حضرت ابوبکر وراقی که یکی از دوستان خدا بود و تمام جانش در راه خدا بخشیدگی بود، وقتی که در قبرستان حضرت میگد خوابش کردن، وقتی که حیاتش انجام یافت و شاگردهاش که بردن در قبر جاش کردن، شب در خواب شاگردهاش در آمد. همین ابوبکر وراقی در خواب شاگردهاش در آمد. میگد ابوبکر وراقی را دیدم بسیار غمگین بود و بسیار گریان بود، حالا که وی باید خندان میشد، باید که وی حالش خیلی خوب بود، برای در دنیا وی رنج کشیده بود، زحمت کشیده بود برای نعمتهای جنت. از آن روز به گورستان که خوابم، چنین در گریه و حال و تباهم. حضرت به سوی شاگرداش در خوابش گفت ای شاگردای عزیز، گفت این قدر ماهی که من در گورستان خوابم، هیچگاه روز آرام دیدگی نیستم، هیچگاه آبی چشم گفت در همین قبرستان از چشم من کنده نیست، بسیار دلم غمگین است. گفتن چرا ای حضرت؟ گفتن آیا الله به تو معامله ناخوب کرد؟ آیا پروردگار برای تو یگان جزای داد؟ گفت نه. گفت بهترین معامله را پروردگار بر من روا دید، لیکن آن چیزی که مرا در غم انداخته چی بود؟ و گورستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارند سوی گورستان، ندارد ده یکی اون نور ایمان. ده ها مرده که امروز میارند، در اینجا خبرش به گوش ابوبکر وراقی میرسد که از همین 10 نفر یک تش ایمان ندارد، به ایمان به گورستان آمدند. وقتی به ایمان به گورستان می آید، با او چگونه معامله می شود شما خودتان تصور کنید. خدا رحمت کند خواجه جندی را که حکایت مولوی جنونی در کتابش میارد، یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگی و از کس نترسید. خواجه جندی مثل همین مسجد ما و شما پر شاگردها داشت، تعلیم داد، درس میگو، موعظه میکرد. بار در بین شاگردهاش موعظه داشت که یک آدمی از بیرون در آمد، یک دوستی خدا بود، وای در آمد و گفت ای خواجه جندی، گفت تو را مرتبت در نزد پروردگار بلند است یا این سگ بلند است؟ وقتی شاگردها که شنیدن خواجه جندی را این مرد به سگ برابر دارد، خیلی ناراحت شدند. یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگی و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا از جاش خیستن، گفتن ای غافل، گفتن ای ناکس، نخواه با طرف این دوستی خدا و کسی این خواجه جندی که هزارها شاگرد امروز دست پرورهای اسلامی دارد، این معامله را تو روا ببینی. حضرت خواجه جندی میگوید به یک راه منع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. همه شاگردها را در یک جا منع کرد و پس این دوستی خدا گفت ای دوستی خدا، گفت سوال خیلی با مورد دادی، لیکن من از تقدیرم آگاه نیستم که تقدیرم عاقبتش چی باشد. برای چی اینما الاعمال بخواتیمها میگوید پیغمبر، این از جز از این است که خاتمه اعتبار است. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. حضرت میگوید مسلمان بودن تو چه اعتباری دارد؟ امروز تو صله داری، ریش داری، 5 وقته داری، نماز داری، تهجد داری، خاتمت چگونه انجام میافته باشد؟ تو خاتمت اعتبار است. میگوید حضرت گفتن که نیستم آگاه ز تقدیر، از تقدیرم آگاه نیستم. گفت بچی گفت گر از اوباش راه ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. گفت ای دوستی خدا، گفت بسیار سوال خوب دادی. اگر گفت من از این دنیا همین خواجه جندی اگر ایمان برد، گفت ایمانی به قبر و ایمانی به روز قیامت برد،
از سگ دیده گو مرتبش بلند است. وگر ایمان نخواهد برد ز اوباش، چو موی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر از این دنیا من شرمنده‌وار، اگر از این دنیا به ایمان روم، قسم به پروردگار خدا کاش که مرا یک تار موی از سگ بگرداند و خواجه جندین نکند. یک تار از موی سگ بگرداند، اگر چند سگ نجس خواندند از همین نجس مرا گرداند و لیکن مرا چکار نکند، خواجه جندین نگرداند. بین برای ایمان آنها چی بهترین جمله ها را برای این شخصانی که امروز نان از ایمان بالا میدانند برای ما و شما این جمله ها را بیان کردند تا که ما و شما این شکم پرستی را یک جا گذاریم و از دنبال ایمان باشیم، از دنبال اسلام باشیم، از دنبال اطاعت پروردگار باشیم. پروردگار گفت من در گرسنگی شما را امتحان میکنم. حالتانه گویم دسترخوان‌هایی که پر از میوه بود، از تمام نمود قند و قنفدها آراسته بود، هر روز درآمد بود، حساب نداشت. امروز که من پروردگار تو هستم و همون نعمتها را گرفتم، دسترخوان تو را خالی کردم، اکنون اون زمان مرا عبادت میکردی. اگر عبادتت برای نعمتهای من نباشد، پس تو در گرسنگی مرا عبادت میکنی. اگر عبادتی تو برای همون نوش و نعمت باشد، این زمان در تو کفران نعمت میکنی، تو از پروردگار روی میگردانی، قهر میکنی و از این اجر مصیبت و بلایی که بالای تو آوردم تو بی نصیب میشوی. جو و نقص من الاموال، پروردگار میگوید من در مال تو نقص میارم، در مال تو نقص میارم. چگونه که الحال گرسنگی را با این نابودی هر چه من شهر دادم که مالدار بودی به مالت میکنم و سنجش میگذرانم کنی تو چگونه به سوی پروردگارت بندگی تا دوام میتی. نقص من الاموال والانفس، الله میگوید دیگر سنجشی که بالای تو میکنم این است که از اولاد تو کسی را میمیرانم. گویم که فرزندی داری که از او یک ساعت جدا ایستادن نمیتوانی، یا مادر تا بسیار دوست میداری، پدر تا دوست میداری، یا برادر تا دوست میداری، یا عائله تا دوست میداری، انمون دوستداری تو را از بری تو جدا میکنم، جان او را قبض میکنم. کنی نظر میکنم که چگونه به سوی پروردگار تو بندگی میکنی، چگونه به سوی پروردگارت سپاسگزاری میکنی. وقتی که میگوید انفس و ثمرات، دیگر سنجشی که پروردگار میگوید من شما را میکنم این در میوه های شماست. بعضی مفسرها گفتن میوه، مقصد از میوه این همون زمین هایی که ما و شما درخت داریم، درخت های میوه دار دارند. من پروردگار میگوید یک زمان میارم که این درخت های تو را خشک میکنم، یا زمان میارم که در درختات هیچ میوه نمیدهم. کنی میبینم زمانی میوه دادن چگونه عبادت داشتی و این زمانی که زمینی تا از میوه خالی است، این حالت در چگونه عبادت بکنی. بعضی مفسرها گفتن ثمرات که میوه گفتن اینجا پروردگار مراد این میوه فرزند است، فرزند است گفتن. فرزند میوه دل است. چگونه حدیث رسول اکرم است که وقتی ملائکه ها آمده جان فرزند ما را میگرفته است، الله میگفت است قبضتم ولد عبدی، آیا جان فرزند مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، آنها میگفتند بله پروردگارا جان فرزند تو را گرفتیم. قبضتم ثمرة فؤاده، آیا میوه دل او را کندید؟ مقصد از فرزندای ما و شما وقتی از دنیا میگذرند پروردگار به این فرشته ها میگفته است آلی میوه دل بنده مرا کندید؟ فیقولون نعم، اونا میگفتند بله پروردگارا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، وقتی این بچه دوستدار شا که جانش
از ملائکه ها پروردگار میپرسد فماذا قال عبدی، این بنده من چی گفت؟ فرشته ها چی میگویند؟ میگوید پروردگارا حمیدک و استرجعه، خوش به حال بنده تو میگوید. بهترین فرزند او را میگه جانش گرفتیم تا جای وی داد و فیغان گوید حمیدک و استرجعه، وی باشد میگه شکر به سوی تو پروردگار، این نعمتی بود که برای من دادیش و باز این نعمت از من جدا کردی. این لله و این الیه راجعون، ما از تو هستیم و به سوی تو بازگشت داریم. بنده تو این کلمات ها را تکرار کرد. الله میگوید که ای ملائک آگاه باشید، بنوا لعبد بیتا فسموه بیت الحمد، پس این گونه که باشد در جنت گو یک خانه برای او بنا کنید و این خانه قصر که در جنت بنا میکنید نامش حمد گذارید، نامش ستایش گذارید و با این بنده شکر کننده و نصیب گردانید. حضرت عطای ابن عطا را حکایت میارن که بار همراه 10 فرزند داشت، میگوید به سفر برآمد. ببین دوستای خدا در چی عذابهای گرفتار بودن. برای چی در سرآغاز من خواندم تن ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. حضرت ایوب ببین 9 سال، بعضی روایت ها 18 سال حضرت بدنش در من بالا یک تخت سنگ بیرون از محله بیماری میکشید. حضرت لوط چه عذابهایی داشت، چیرچیز چه عذابهایی داشت، ابراهیم خلیل چه عذابهایی داشت، چه از محمد صلی الله علیه و سلم چه رنجهایی داشت. حضرت ابن عطا میگوید همراه 10 بچه‌اش 10 فرزندش به سفر برآمدند. در نصف راه میگوید در دست مشرکان، در دست آدمان بی خدا دستگیر شدند. البته معامله آدم بیدین نسبت دیندار این معلوم است چگونه یک رابطه ناخوب میکند، چگونه یک بیرحمی نسبت البته مسلمان را میبیند. در حال میگوید پرسان کرد که اینا کیا هستند؟ گفت این 10 فرزند من هست. میگوید یکایک چشمش میبندن یکیش او در پیش پای پدر میغلطانن گردنش میبرن. این پدر باشد میگوید به سوی آسمان نگاه دارد، دوستی خدا عاشق پروردگار به سوی پروردگار نگاه دارد و تبسم دارد، خنده دارد. وقتی میگوید دویم فرزند هم چشمش بستن در پیش پاش میگوید باز اینش هم ذبح کردن، اینش هم میگوید قتل کردن. این چونین میگوید 9 فرزند ابن عطا را به قتل رسانیدن. وقتی نوبت 10 فرزند رسید که این 10 فرزند میگوید خیلی فرزندی کوچکش بود، فرزندی گویم همون آخران فرزندش بود. وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت پدر گفت چی پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیش شد قتل میکنن، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدای این فرزند چکی شنید در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل میشود، اینا گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن نمیتوانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا اگر در این مصیبت بالای تا آوردم صبر نمیکنی از جریده دوستا تو را خط میزنیم. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. میگوید وقتی که این 10 فرزند که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره را یک بیان دارد، میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست، این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز
این راه روزه، این راه عبادت پروردگار. میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست، این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهنت راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتند سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را میکشند. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. بلا را بکش، عذابها را تحمل کن، سختی ها را تحمل کن. هر چیزی که در این راه بالای تو می آید نترس. در حال پشیمان نشو که کاش که بی نماز بشیدیم، یا کاش که همین مسجد نمی آمدیم، اینقدر سخن نمی شنیدیم. نه، حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. اگر تو خواهی لقای پروردگار تا ببینی، اگر تو خواهی که نوازش پروردگار تا ببینی، در این دنیا تو چیکار کن؟ تو عذاب و مشقت این راه را تحمل کن، عذاب و شکنجه این راه را برداشت کن. اگر 100 تیر بر جان تو آید، حضرت میگوید اگر 100 تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا به سرت بیاید، میگوید تو دوستیت از پروردگار نکن، تو رابطت با پروردگار قطع نکن، هرچنده که اگر بلا و مصیبت بالای تو آمدن گیرد. میان 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. حضرت در آخر میگوید از آنجا هرچی آید راست آید، تو کجمنگر که در کجبین وفا نیست. از آنجا هرچی می آید اونا تو خوب استقبال کن. هر چیزی که از اونجا می آید وای غلط نآمده، وای درست آمدگی است. پروردگار هر درد و بلایی که از آسمان فتد، اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر درد و بلایی که از آسمان می آید، اول کجایی که یک بنده که در راه پروردگار خدمتگار است، اول بالای اون می آید، تا که از این نعمت، از این گنج پروردگار این بندش چیکار کند؟ برخوردار کند. این است البته یک مختصرا در اطرافی که انسان از بلا و مهنت هیچ وقت خالی نیست. ما و شما خواهیم نخواهیم بلا و آفت بالای ما و شما می آید. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما در همه بلاهایی که پروردگار بالای ما می آرد، ما و شما صبر کننده باشیم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما این موضوع را باز جمعه های آینده دوام می دهیم. و اینجا از بس که مهمان ها البته حضور دارند، فقط می خواهم یگان غزل بهر ما و شما تا گنجایشی و خوانن. باز بعد جمعه انشاءالله قاری ها باز یگان غزل های بهر ما و شما زمزمه میکنن انشاءالله. هر زمان میزندین پیک اجل بردر ما، این صدا نرسد
هیچ به گوشی کریما. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان. اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. از پی رفتنی ما ناله کند خویش و تبار. از همه بگذرد و آه پدر و مادری ما. قصر و ایوان به مال و زر خود منازی. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. از آن روزی که مردن را به چشمی خود ایام بینی. دو چشمی پر خمارت آب حسرت را روان بینی. چی سود است مزر آخیر به پخت آب چکانن. به حلقت می رود یا نه تو او را در گمان بینی. بیاید سله بر دستان برای شست و شوی تو. بریزن آبی گرمه بر سرت هر قطره آب بینی. بیارن مرکبی چوبین درونش راز خوابانم. همه خش و تبار و یار و دوست را در قیام بینی. به بالای سری مردم برندت سوی گورستان. به جنبش همچو گهواره تو او را در تکان بینی. تو چایی کنده بینی ندر باشد برا دیوار. کفن از گردن افتاده چو مار و کژدمان بینی. کفن از گردن افتاده چو مار و کژدمان بینی. بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن. بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن. دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی از آن بینی. دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی از آن بینی. شود روحی تو در پرواز بیاید جانی بی خانه. پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی. پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی. علای جامی مسکین چه دل بندی در این عالم. کی تا چشمک زند چشمت نه این بینی نه آن بینی. کی تا چشمک زند چشمت
نبینی نبینی. اجل پروایی پیغمبر ندارد، اجل پروایی پیغمبر ندارد، اجل پروایی سیم و زر ندارد. عجب رسمست رسمی آدمی زاد که جانش میرود باور ندارد. بدن هوشیار شوکی دم همین است، زیدم ماندی یقین جایت زمین است. بطاعت ساز کن تو خانه دین، نخوابیده بروی اسب چوبین. تو میمیری و احسانت نمیرد، به سختی های محشر دست گیرد. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة والسلام. برکت خدا به شما. اینجا داملای عزیز از شما احترامانه خواهش می‌کنم در حق طالب علمایی که به خارجه برای تحصیل علم میروند دعای خیر نمایید. با احترام یک گروه مخلصان شما از ناحیه واسه برادرمان محمد سالم از روان پنجکین در اینجا اشتراک دارد، همراه رفیقانش گفتن در حق پدر و مادر و اهل عائله‌ام دعا کنید خدا نگهشان دارد. چند روز است برای آبادی همین شهر کولاب ما و شما در همین کولاب خدمت دارند و در این مسجد ما و شما اشتراک دارند. برادر خورشید و عبدالمجید، این برادرای خورشید عبدالمجید که همین قالینه که بالاش نشسته ایم الحال باز از خیراقون برای پهلوی مسجد مانم قالین ها را روان کردن، گفتن در حق من دعا کنید به هفته آینده انشاءالله این پهلوی مسجد هم از همین قالین ها انشاءالله باز آباد و زیبا می شود. خدا نگهشان دارد. خیلی همتی بلند است، باور کنید خیلی همتی بلند است. هست دولتدارایی که باور کنید دلاور نمیشه قطعیشان یک صحبت کنید، یک پیشنهاد برای آبادی مسجد کنید. برادر حاجی سعید آحامید از کوهدامن یک قبچه گندم صدقه آوردن برای این محله. حالی ما صدقه را همینجا تقسیم میکنیم، یک قبچه صدقه میارن تقسیمش میکنیم و با بعضی جاها همین قبچه صدقه را تقسیم کردیم و بعد یک با آدما پیدا میشن خیر که صاحب گندم شیری که یک دهن نان که حالی بیچاره هم 5 کیلو گندم از صاحب شیده نشیده که علاکه هر طرف شورا سر میشه که نان که کی صاحب نان شیده که او شاو تلفن میکند یک بچه میگد که داملا میگد همین کلکی بین در روسیه زندگی داره، روسیه کار میکنه این بچه های خمانن همین کلکی میگه حلاله یا حرام؟ کلکی حلاله. برای چی گفتم میپرسی؟ گفت همینجا بغیر کلکی قوتم دیگه در هیچ خریدن نمیرسه. ببین اوجا کلکی میخره جمعی آمد رسید هفتم و چهلم و پنجشنبگی سر میشود. همه منتظر اما $1000 $500 هم بیچاره. همین رسیدن همین کدامش پرسین. من را از روی انصافی خودم به شما گفته ایستادم، همش بیمارم بیچاره، همش کسلیان. بگذار همون سومی آوردگیشان خودشان تبابت کنن. کمی ما و شما انصاف کنیم. میخیریم بعد تنمان صحت باشد میخیریم، تنش صحت شود بعد دفعه دیگر رویش بکنیم فقط به خنمانم میاره میشینه میخیریم.